ما قانون اجرا نکنیم بر چی قانون می‌نویسیم؟ مردم تحمل اینو ندارن که این 50%، الان اگه 10% هم تورم بره بالا مردم نمیتونن زندگی کنن. مردم صداشون بلنده، ما در مجلس باید این صدا رو بشنویم، نه اینکه اگر کسی صدا بلند کرد بیایم به جای که این آلارم رو، این زنگ خطر رو که مردم دارن اعلام میکنن بگیم آقا شما حق ندارید برید بیرون، فعالیت علیه نمیدونم امنیت ملی بگیریم یک رو زندان بکنیم و مشکل براشون ایجاد کنیم. زنگ خطر مردم برای اینکه نمیتونن زندگی کنند رو باید ما بشنویم. به نفس افتادن مردم، الان کارمند معمولی نمیتونه تو مسکن معمولی زندگی کنه، حقوقش کفاف مسکنش رو نمیتونه تو این مسکن شما بگید با 8 میلیون با 10 میلیون تو این تهران اصلا میشه زندگی کرد؟ گردنهای ما در مقابل حرفامون گروه عمل نمی‌کنیم. میگه هر چی که برای حزب قوم خویش دار و دستات خواستید برای مردم بخواید. خدا وکیلی ما این گونه با مردم عمل میکنیم؟ ما الان خودی‌ها رو استخدام میکنیم، خودی‌ها رو رئیس میکنیم، خودی‌ها بقیه رو اصلا برای مجلس، دولت، قوه قضاییه در بیمارستان یه سفره وا کردیم، برای مردم یه سفره دیگه، برای آموزش پرورش برای یه عده پولدارها یه سفره وا کردیم، برای بقیه یه سفره دیگه. به قانون عمل کنیم و سلام.